سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به کانال تکنودان و یک ویدیو دیگه. خب تو این ویدیو میخوام بهتون نحوه ساخت جیمیل رو آموزش بدم. وارد برنامه گوگل کروم میشیم. توی قسمت جستجو میایم ساخت جیمیل رو سرچ میکنیم. این گزینه ایجاد حساب برای ساخت جیمیل هست. خب و میایم از قسمت ایجاد حساب در واقع برای ساخت جیمیل اقدام میکنیم و وارد صفحه ایجاد حساب میشه. میایم روی این قسمت Create Account کلیک میکنیم. ما میگیم برای استفاده شخصی. خب اینجا ازمون میخواد که اسم کوچیک و اسم بزرگ رو وارد کنیم. خب روی گزینه Next کلیک میکنیم. ازمون میخواد که تاریخ تولدمون رو وارد کنیم. اینجا هم ازمون جنسیتمون رو میخواد و گزینه Next رو کلیک میکنیم. روی گزینه سوم کلیک میکنید و اون آدرسی که مد نظرتون هست رو خودتون وارد میکنید. خب روی گزینه Next کلیک میکنیم و اینجا ازمون رمز جیمیلمون رو میخواد. اینجا باید رمز جیمیلمون رو قرار بدیم و بر روی گزینه Next کلیک میکنیم. خب همونطور که میبینید الان حساب جیمیل ما درست شد. میتونید از جیمیلی که ساختین استفاده کنید. خب امیدوارم که این آموزش هم به دردتون خورده باشه. لطفا برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. تا یه ویدیو دیگه و یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.